آغاز مراسم رنگارنگ پیشاپیش جشنواره هولی در هند. هولی یکی از مشهورترین جشنهای هندوها با سنت‌های متفاوت است که در سراسر هند تجلیل می شود. این که زنان به گونه شوخی مردان را با چوب میزنند بخشی از مراسم است. شهر شمالی ماتورا در ایالت اوتار پرادش در 20 مارچ صحنه این مراسم بود. امروز احساس نکردم که با چوب زده شدیم، بلکه احساس کردم که عشق همه جا میبارد. اینجا شعار رادا رادا و باران عشق است. هولی در پایان فصل زمستان و آغاز فصل بهار تجلیل می شود. مراسم هولی امسال مصادف شده با 25 مارچ روز دوشنبه. در این روز در تمام هند تعطیلات رسمی است. پاشیدن آب و رنگ‌های مخصوص و اجرای موسیقی، رقص و پایکوبی از رسم‌های اصلی جشن هولی است. زنان و مردان از جمله پیر و جوان در این مراسم اشتراک می‌کنند. اینجا در شهر مقدس آیودیا هزاران تن به معابد رفتند و بر یکدیگر رنگ پاشیدند. اهمیت امروز این است که همه خطاها و کاسی‌های خود را فراموش می‌کنند و با حضور شیوا و پارواتی با عنوان شاهد دست به دست هم می‌دهند و شانه به شانه حرکت می‌کنند. مراسم رنگارنگ دیگر هم پیش از هولی در شهر حیدرآباد برگزار شد. جشنواره سالانه هولی در ماه مارچ در هند، نیپال و برخی دیگر از کشورهای آسیای جنوبی برگزار می شود.